الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بسیار معزز، امروز هم که باشه تصمیم گرفتم بنده چند اطلاعات در بیان طلاق از کتاب‌های متبحر که در پرتو قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می شود به شما برادران و خواهران عزیز برسانم، به خاطر که امروزه سوال بسیار می شود از بنده در این بابت. کمی هم که باشد اطلاعات بتیم. هر برادر هر خواهر که انشاءالله فکر میکنم وقتی که برنامه را نظر میکنه، یعنی صحبت ما را نظر میکنه، انشاءالله با خودش برداشتای میکنه. افسوس که امروز اکثر جوانها عقل کامل ندارن. وقتی که اویله برپا میکنن در حالی که نمیدونن طلاق چیه، در حالی که نمیدونن کنایه طلاق چیه. پیش از صحبت آغاز کردن موضوع ما که امروز موضوع طلاق است، اولا میخواهم در بابت طلاق از دیدگاه شریعت چی بیان میکند و سمع شما میرسانم. انشاءالله آینده در بابت کنایه های طلاق، یعنی طلاق به چگونه هسته، چگونه لفظ هسته، همه شرط و شرایطش قطعی انشاءالله نمبریم زنده باشیم به سمع شما میرسانم. امروز هم که باشد تصمیم گرفتم در بابت شرعا لغتوی از جهت لغت طلاق چی میگویند، یعنی نکاح رفع کردن، یعنی قید کردن است، کوگره کردن است نکاح. طلاق یعنی همه کوگره را کشاده کردن است. به لفظ معنی که عادی کرده فهمونم، یعنی هم کوگره کشاده میکنی طلاق میگویند. یعنی یک انسان نکاح میکنه، زندگی برپا میکنه، بعدا وقتی که طلاق میکنه گویا که همه کوگره جدا کرده است. با توجه زیاد به همه برادران خواهران مراجعت میکنم با دقت برنامه را گوش کنید و تا چه اندازه را میفهمه که مهم است به برادرها و خواهرای خود روان کنید تا که اصلاح جامعه شود. طلاق لغتا به معنی برداشتن قید است، یعنی رهایی کردن، و در اصطلاح شریعت طلاق عبارت از حکم شرعی است که قید نکاح را به الفاظ مخصوص برمی‌دارد. در احادیث شریف از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که مقبوض‌ترین یعنی بدترین حلال ها نزد خداوند متعال جل جلاله طلاق است. یعنی طلاق حلال است لکن بدترین حلال ها است. یعنی در آخرین مرحله بعداً وقتی که مرد قیزن دیگه نگاه میکنن که زندگی نمیشه، بعداً طلاق میکنن. افسوس که امروزه به اندک جنجال ها، به اندک ناخوبی ها مرد زن طلاق میکنه. بسیار جای افسوس ایده. هر چند که در جامعه طلاق زیاد شوه همه قضیه زنا رونق میوه. هر چند که در جامعه که نکاح زیاد شوه در اوج عفت و پاک دامنی زیاد میشه. امروز چون در مملکت هایی که مسلمان ها زندگی میکنن یا غیر مسلمان ها زندگی میکنن همه بی برکتی است. مردم دعوا میکنن پل مبارکت نداره، زندگی مبارکت نداره، به خاطر که زنا رونق یافت. زنا آشکاراش دیگه. امروز کودکایی که حالی به عقلش و کامل نشیده است دست به زنا میزنن. از زنا را سرنوشتش از چی است؟ از طلاق است. چقدر طلاق زیاد شود هم زیاد میشه. و نیز در احادیث بیان شده است که موقع عرش خدا را میلرزاند. و در دیگر احادیث دارم که از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که مرد زنش طلاق میکنه عرش خدا در لرزه میه. به خاطر که وقتی که مرد زن طلاق میکنه الکی که راههای زنا کردن با اونها آسان میشه. در بابت نکاح ما با شما صحبت داشتم، گفتم که وقتی که مرد که به نکاح میزنه یعنی نکاح میکنه از طریق اسلامی، اون مرد خودش حفظ میکنه، از راههای حرام خیلی دور میشه.
وقتی مرد مسلمان زن مسلمان دست به طلاق میزنه، زنا کردن برای او سهل و آسان میشود. و زنی که بدون عذر مطالبه طلاق نماید، بوی بهش به مشامش نمیرسد. هر زنی که برای اندک ناخوبی های زندگی یا نارسی های زندگی، امروز بسیار جوانان شکایت میکنند که زنها گرفتیم اندک در ناخوبی های نارسایی های زندگی از ما طلب طلاق کردن. ما با همو خواهرها و همو اپاها و مادرها مراجعت میکنم. ای خواهر عزیز، وقتی که تو ایمان به خدا داری و به روز قیامت داری و به پیامبر داری، همو پیامبر بیان میکنه که هر زنی که برای اندک ناخوبی های زندگی طلب طلاق از شوهر میکنه، به مشامش بوی جنت نمیرسه. یعنی بوی جنت به 500 کیلومتر راه میروه، لکن زنی که طلاق از شوهر طلب میکنه، بوی جنت به همون انسان نمیرسه. به این همه در وقت احتیاجی که راه سازش و توافق وجود داشته باشد و این زناشویی ممکن نیست، منجر به بروز ناگواری های بیشتر گردد. دوای تلخی است که برای دفع تشنع و اختلاف در زندگی خانوادگی و اجتماع از طرف شریعت مقدس تجویز گردیده است. یعنی میگه طلاق آخرین مرحله. مرد قی زن همچنان میخواهند که زندگی برپا کنند. مرد زن چکار نمیکنند؟ به کله نمیگیرند و در آخرین مرحله چکار میکنند؟ دست به طلاق میزنند. از شروط های طلاق به شما میرسانم عزیزان دل، با توجه گوش کنید. شرایط طلاق دهنده. مسئله یکم، شخص طلاق دهنده باید عاقل باشد. یعنی عاقل باشد. اگر یک کودک که اگه با یک کودک دیگه هم کودک طلاق کنه، یک کودک طلاق کنه، طلاقش درست نمیشه. یکم شرط طلاق چه؟ عاقل باشه، یعنی به بالغت رسیده. کودک طلاق کنه، طلاقش طلاق نیست. یعنی عاقل آدمی هیشوره میگن. یعنی دیونه اگر زنش طلاق کنه، طلاق نمیشه. عاقل آدم به عقل میگن. ما کودک گفتیم، یعنی عاقل آدم به عقل میگن. اگر آدمی که دیونه هسته عقل نداره، دیونش دیگه، او اگر چکو کنه زنش طلاق کنه، طلاق نمیشه. در این بابت هم انشاءالله که در صحبت پیشین به طریق مفصل در این بابت آدم عاقل و شما صحبت میکنیم. دیم بالغ. اگر یک کودک نابالغ طلاق کنه، طلاق نمیشه. دیم شرط طلاق بالغ باشه. بنابر شرایط اصلی طلاق دهنده باید عاقل و بالغ باشد. پس طلاق دیوانه. اکم آدمی که در صحبت گفتیم که آدم عاقل، دیونه اگر طلاق نه طلاق نمیشه. لکن همین یک زنی هست که شوهرش دیونهش دیگه علاقه دیگه قوی زندگی کردن نمیتونه، چگونه باید زندگی را برپا کنه؟ همون را میگه که پس طلاق دیوانه و کودک واقع نمیشود، اما به دستور قاضی بین دیوانه و عیالش و بین کودک و عیالش در اوقات معینی که بیان خواهد شد طلاق و تفریق واقع میشود. همون انسانی که شوهرش دیونه شد دیگه زن نمیخواد او زندگی کنه، نزد قاضی میرن، قاضی اونها را چکار میکنه؟ جدا میکنه، یا طلاق میکنه، جدا میشود. یا اینکه یک کودکی هست که نابالغ است، یک زن کلان تن نفسش در هم بخشیده، او کودک قبول کرده، همون کودک طلاق کنه میتونه، همون را هم چکار میکنه؟ نزد قاضی میره، قاضی چکارش میکنه؟ جداش میکنه. مسئله دیگر، اگر شخص در خواب عیال خود را مطلقه نمود به طوری که الفاظ طلاق از دهانش بیرون آمد و شنیده شد، ولی خودش در خواب بود، طلاق واقع نمیشد. یک انسان زن خود را در خوابش طلاق نمود، رفیقش شنید. وقتی از خواب بیدار شد، رفیقش گفت که زن تا طلاق کردیم، من شنیدم. اون مرد گفت که من خودم نشنیدم، من نمیدونم، من در خواب بودم. طلاق واقع نمیشود. اگر را مجبور کردن که عیال خود را طلاق دهد، مثلا به او گفتن اگر طلاق نکنی او را میکشن و او به طور اجباری طلاق را جاری نمود، طلاق واقع میشد. یا مرد مادرش مجبور کرد یا پدرش مجبور کرد، یا گفتن اگر همون زن طلاق نکنی میکشیمش ما. اگر مرد طلاق کرد طلاق میشه، چندی مجبوری هم باشه. مسئله دیگر، اگر کسی شراب یا مست کننده دیگری نوشید، یعنی عرق نوشید یا کنیاک نوشید یا وینا نوشید و در حالت مستی عیال خود را طلاق داد یا در حالت خشم و غضب طلاق جاری نمود، طلاق واقع می شود.
پشیمانی بعد از یک مرد در هر حالتی که مثلا مست بود، هر نمونه تنباکویی که مست کننده هست، کنیاک باشه، وینا باشه، عرق باشه، نوشید، طلاق میشه. کسی که مشروبات سکری آور یعنی خورد به شروع اسلام در حکم عاقل است. اگر چندی مست هم باشه طلاقش واقع میشه. یک انسان در حالت غضب هم اگر زنش طلاق کرد، بعدا غضبش که دور شد طلاق واقع میشود. مسئله دیگر، طلاق احتیاج به حضور شاهد ندارد. شخصی در حضور عیال خود یا در تنها عیال خود را طلاق میدهد، طلاق واقع میشود. یعنی ما در صحبت‌های پیشین و شما گفته گذاشتیم که در نکاح شاهد و شرط است. اگر شاهد نباشه نکاح درست نمیشه. لکن در طلاق شاهد شرط نیست. یا مرد هم خودش تنها به زنش طلاق کرد، طلاق میشه. در پیش زنش هم به زنش طلاق کرد، طلاق میشه. شاهد در طلاق شرط نیست. در نکاح شرط است. در حالت نکاح کردن طلاق اگر شاهد نباشه درست نمیشه. لکن در حالت طلاق شاهد شرط نیست. خودش تنها هم باشه یا قای زنش هم باشه طلاق کنه، طلاق واقع میشه. مسئله دیگر، طلاق به مکاتبه می شود. مثلا از محل سکونت خود خطاب به عیال خود می نویسد که طلاقی یا طلاق دادم. از موقع نوشتن نامه طلاق واقع می شود. یا مرد در ورق نویس که زنم من تو رو طلاق کردم. همون نوشته برای رفیق شکی داد، نیتش که طلاقی باشه طلاق می شود. تا او زنم برده رسان طلاق واقع میشه. یعنی به طریق نوشتن هم طلاق واقع میشه. از همون موقع باید عده حساب نماید. ای همون جایی که وقتی که همون مرد نامه رو نویس که زنک طلاق، یعنی روز پنجشنبه بود، نامه روز بگیم که روز بازار یا روز دوشنبه رفت رسید یا یه هفته بعد اون نامه رفت رسید. ای همون روزی که نامه رو نوشته است مرده که زنک متر طلاق کردم، ای همون جا عدهش حساب میشه. و اگر در نامه نوشته وقتی که نامه من به تو رسید تو طلاق، از موقع وصول نامه طلاق حساب می شود. در همون جایی که در نامه نوشت که همین نامه در دست تو رسید طلاق، در همون جا همطوری که نویس از موقع وصول نامه طلاق حساب می شود. یعنی همون نامه که در دست زن که رسید، زن چی می شود؟ طلاق می شود. انشاءالله این مسئله را کوتاه کرده میفهمونم تا که مسئله را به خوبی درک کنیم. به خاطر که مسئله طلاق بسیار مسئله مهم است. به خاطر که بسیار خواهرها و مادرها به من مراجعت میکنند، به خاطر این نوار کردم تا که اونها دسترس کنند، از این موضوع با خبر باشند، تا که یک چیزی برای خود در زندگی خطاگی نکنند. الله متعال همه ما و شما را از این یعنی حلال هم که باشه بدترین حلال است طلاق کردن از جامعه اسلام کم بگردانه و نکاح زندگی شیرین بین جوانها و بین خواهرها و مادرها و پدرها زیاده بگرداند. و پروردگار مهربان خواهان هستم که این صحبت ما را به نفع جان ما همچو ثواب در نامه اعمال ما نوشته بگرداند و از همه گمراهی و ضلالت، فسق و فساد و فجور و ظلم و ستمی که در حق هم دیگر میکنیم، الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه و پروردگار مهربان همیشه ما را پیروی به قرآن و پیروی به سنت رسول الله صلی الله علیه و و توحید حقیقی را بر ما نصیب روزی بگرداند و پروردگار مهربان تا دم مرگ من و شما را به ایمان زیستن و به ایمان سفر کردن و نصیب روزی بگرداند. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد برحمتك یا ارحم الراحمین.